نادی شودانا، تکنیک باستانی یوگا، یکی از تکنیک‌های بی‌نظیر یوگای کهن، هاتا یوگا، راجا یوگا و کندالینی تانترا. در این ویدیو میپردازیم به توضیحات کامل این تکنیک منحصر به فرد و همچنین فواید ذهنی، جسمانی و انرژیایی این تمرین. مرسا هستم در مسیر یوگای حقیقی. نادی شودانا یا تنفس مداوم از حفره‌های بینی یکی از تکنیک‌های مهم پرانایاما در یوگاست که هدف این تکنیک پاکسازی و تعادل کانال‌های انرژی و نادی‌ها در بدن است. نادی‌ها به معنای مسیر انرژی در بدن هستند و شودانا به معنی پاکسازی این 72,000 نادی که با تکنیک دم و بازدم از طریق حفره‌های بینی به صورت متناوب انجام میشه تا انرژی بدن متعادل شه. حالا چطور نادی شودانا رو انجام بدیم؟ ابتدا می نشینیم در یک وضعیت راحت که یکی از وضعیت‌های مراقبه‌ای میتونه باشه. سوکهاسانا یا همون چهارزانوی راحت، پادماسانا وضعیت لوتوس و سیدهاسانا وضعیت استاد. میتونه وضعیت انتخابی شما باشه در این تمرین. ستون فقرات در طول تمرین باید صاف نگه داشته بشه اما منقمض نباشه. چشم‌ها را میبایست ببندید و وضعیت دستان رو به صورت دست چپ به شکل چین مودرا و دست راست به شکل ویشنو مودرا نگه دارید. براتون نشون میدم. دست راست ویشنو مودرا، انگشت اشاره و انگشت میانی خم و دست چپم به حالت چین مودرا. انگشت شست و اشاره رو به هم وصل می‌کنید. با انگشت شست دست راست حفره راست بینی رو و با انگشت حلقه دست راست حفره چپ بینی رو میگیریم. برای شروع یک بازدم کامل رو انجام میدیم و حفره راست بینی رو میبندیم و از چپ 4 تا 6 شمارش دم میگیریم. بعد از اینکه دم این مرحله تموم شد حفره چپ رو میبندیم و از حفره راست به همون تعداد بازدم میکنیم و وقتی بازدم تمام شد مجدد از همان حفره راست دم میگیریم و بعد از آن حفره راست را میبندیم و از حفره چپ بازدم میکنیم. پس دم از چپ، بازدم از راست، دم از راست، بازدم از چپ. این فرایند یک دور نادی شودانا می باشد. این فرایند کامل رو می شود بین 5 تا 10 دقیقه انجام داد. نکته این است ما به صورت 3 نسبت میتونیم این فرایند رو انجام بدیم. نسبت 1:1، 1 واحد دم و 1 واحد بازدم به صورت تعداد مساوی دم و بازدم هست و نسبت 1:2، 5 شمارش دم و 10 شمارش بازدم. دم 1 و بازدم 2 برابر. نسبت 1:1:2، 1 واحد دم، 1 واحد حبس و 2 برابر بازدم. مثال 5 دم، 5 حبس و 10 بازدم. از فواید جسمانی نادی شودانا برایتون میگم که ابتدا تقویت سیستم تنفسی از اصلی ترین فواید تمرین نادی شودانا است. موجب بهبود عملکرد ریه ها، افزایش ظرفیت ریه ها میشه. پاکسازی مجاری تنفسی و سینوس ها رو در بر داره. کمک به درمان آلرژی و آسم میکنه. موجب کاهش اضطراب و استرس میشه. فعالسازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک و سمپاتیک می شود. کاهش سطح هورمون کورتیزول که هورمون استرس هست موجب می شود و همچنین کاهش فشار خون از فواید بی‌نظیر نادی شودن است. تعادل نیمکره مغزی چپ و راست که چپ شامل منطق و تحلیل هست
و نیمکره راست مربوط به خلاقیت و احساس که موجب میشه این دو نیمکره هماهنگ بشوند. باعث تقویت و تمرکز بیشتر و وضوح ذهنی بیشتر میشود. موجب بهبود عملکرد قلب و عروق است. چون تنظیم ضربان قلب و باعث کاهش کلسترول می شود و بهبود گردش خون صورت می گیرد. بهبود عملکرد دستگاه گوارش، بهبود عملکرد کبد و معده، کاهش مشکلاتی نظیر نفخ و سوء هاضمه. و از فواید معنوی و انرژیایی این تمرین میتونیم بگیم از پاکسازی نادی‌ها یا همون مسیرهای انرژی که در یوگا انتقاد بر این است که ما 3 نادی در بدن داریم. نادی سمت چپ ایدا که انرژی ماهگونه رو در خودش در جریان داره و نادی سمت راست پینگالا که انرژی خورشید رو در خودش در جریان داره و سوترومنا نادی که نادی وسط هست که مسیر صعود کندالینی شاکتی است. نادی شودانا که باعث تعادل بین نادی سمت چپ ایدا و نادی سمت راست پینگالا میشه و باعث میشه انرژی حیات در مسیر نادی وسط سوترومنا نادی هدایت بشه و آگاهی و معنوی نیز افزایش پیدا بکنه. تعادل انرژی بین انرژی سرد و گرم و به عبارتی یین یانگ. انرژی زنانه که آرامش و پذیرش هست و انرژی مردانه که قدرت و حرکت هست رو میتونه به هماهنگی و تعادل در بیاره و ایجاد احساس هماهنگی و هارمونی در این دو داشته باشیم. از فواید دیگر روحی و معنویش میتونیم به افزایش سطح آگاهی بیداری اشاره کنیم چون ذهن آروم میشه و پذیرای مراقبه گونه زیستن میشه. در صورت تمرین مداوم نادی شودانا میشه به بیداری کندالینی هم کمک کرد که به روشنی مسیری بسیار بی‌خطر و زیباست. از فواید دیگر نادی شودانا پاکسازی چاکراها است. به خصوص چاکرای سوم مانیپورا که موجب افزایش اراده و قدرت می شود و چاکرای چشم سوم که بصیرت و آگاهی رو در ما فعال می کند. حالا چه زمانی بهتر است که نادی شودانا را انجام بدیم؟ بهتره که صبحها برای افزایش تمرکز و انرژی خوب روزانه انجام شود و بعد از آساناها حرکات فیزیکی در یوگا و قبل از مراقبه و همچنین میتونید قبل از خواب که برای کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب نادی شودانا رو انجام داد و قبل از جلسات کاری و مطالعه برای افزایش تمرکز ذهنی میتوان یکی از بهترین گزینه‌ها انجام تمرین نادی شودانا باشه. برای افرادی که سرماخوردگی شدید دارند و فشار خون پایین دارند و دچار حملات پنیک میشوند و باردار هستند، تکنیک نسبت 1-1-2 که در آن حبس هست رو بهتره که انجام ندن و بهتر از زیر نظر استاد این تمرین انجام شود اگر یکی از این مواردی که گفته شده شما هستید. در جمع‌بندی بهتره بگم نادی شودانا یکی از فوق‌العاده ترین تکنیک ها برای پاکسازی، کاهش استرس، افزایش تمرکز و تعادل انرژی و همچنین افزایش سطح آگاهی معنوی است. و حالا به مدت چند دقیقه نادی شودانا رو با هم به نسبت 1-1 دم 5 شمارش بازدم 5 شمارش رو اجرا خواهیم کرد. دقت کنید عزیزان، اگر حفره‌های بینی بسته هستند میبایست قبل از انجام این تمرین حفره‌ها را باز کنید. در باز شدن حفره‌های بینی راهکارهای بسیار مهمی در کپشن برایتان ارائه کردم که توصیه میکنم قبل از اجرای تمرین نادی شودانا مطالعه و راهکارها رو اجرا کنید. یک بازدم کامل و حالا دست راست را بلند کنید و حفره راست رو با انگشت دست راست ببندید و شروع کنید. دم از چپ، باز دم از راست،